از واشنگتن تا تهران تنش‌ها دوباره داغ شده. ترامپ با هشدار هسته‌ای پیام تند می‌دهد و می‌گوید حتی پادشاه بریتانیا هم نظر اوست. در تهران قوه قضاییه از برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی خبر می‌دهد. همزمان از تسلیم ناپذیری ایرانی‌ها هم سخن گفته می‌شود. در اروپا و منطقه هم فرانسه از اقدام امریکا بدون هماهنگی انتقاد دارد و روسیه خواهان خروج اسرائیل از لبنان است. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه روابط بین الملل، از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای شمال، ترامپ میگوید که حتی انگلیس هم در موضوع جلوگیری از سلاح هسته ایران با او هم نظر است. اگر این هماهنگی بین ترامپ و انگلیس واقعی باشد، چرا هنوز موضع واحد و رسمی دیده نمی شود؟ به نام خدا، سلام خدمت شما بادون شمس گرامی، همکاران تکنیکی، تنها بیننده و شنوای عزیز. ببینید، مسئله جنگ ایران و امریکا به متشددترین زمان خود رسیده و هر دو طرف کوشش میکنه که خود را پیروز و برتر در جنگ نشان بدن. طبیعی است که ما در جریان جنگ 40 روزه که در ماه رمضان صورت گرفت علیه ایران، ما دیدیم که تمام پلان هایی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل علیه ایران داشتن خنثی شد و مردم ایران توانستند با یک مقاومت سادگی از رژیم خود، از نظام خود و از مردم خود دفاع بکنند. به این خاطر وضعیت تغییر کرد. در اصل اگر متوجه شیم و تحلیل‌هایی که چی در جامعه بین‌المللی چی در جامعه غربی و شرقی دیده میشه، در حقیقت امریکا این جنگ را باخته، اما بنابر بعض معلوماتی که اینا اعتنا نمیکنن به او که گویا ما قدرتمندترین مردم دنیا هستیم و وسایل تجهیزاتی که داریم، چون آقای ترامپ همیشه گفته که سلاح‌ها و تجهیزات ما غیر شکننده بوده و هیچ کس برتری از نداره، ولی در جنگ ثابت شد که این مسئله تبلیغات بیش نبود. او کشتی بردار، کشتی‌هایی که بزرگ تیارات بردار و سلاح‌ها و راکت‌هایی که همچنان علیه ایران استفاده شد با شریکایی که از طرف جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، چه به کشتی‌های تیارات بردار، چه به سایر مراکز نظامی امریکا در مناطق کشورهای غربی و خصوصا اسرائیل، این ثابت ساخت که ایران میتونه از خود دفاع بکنه، مقاومت داشته باشه و از نظام خود، از مردم خود دفاع بکنه. چنانچه ببینید با وجود اختلافاتی که در هر نظام وجود می داشته باشه، حتی در ایران شاید تعداد مردم رضایت نداشته باشن، ولی به خاطر که کشورشان مورد هدف یک از کشورهای بیگانه قرار گرفت، اینا استراتژی کردن و از نظام خود، از مردم خود دفاع کردن که خودش یک عجیبی انگیزی بود که امریکا و اسرائیل فکر کردن میتونستن و بیشتر در این جنگ امریکا فریب اسرائیل را خورد. اسرائیل که فکر میکرد در ظرف 2 یا 3 روز حتما جنگ پیروز میشه، رژیم ایران اینا سقوط میتن با کشتن رهبرشون و بالاخره به اهداف خود میرسن، در حالی که چنین نشد. بعدا وضعیت جنگ تغییر کرد. وقتی که امریکا راه دیگه به خاطر رسیدن به اهداف خود نداشت، تصمیم گرفت که تنگه هرمز رو ببنده و با فرستادن عساکر نظامی و قوای مشیل و بحری و زمینی و هوایی تنگه هرمز را بست که خواست از طریق سیاسی و نظامی بالای نظام ایران فشار بیاره تا اینا از اقتصادی با مشکل بر بخورن، بالاخره به امریکا تسلیم شود، در حالی که راه حل معضله پرابلم جنگ امروز امریکا و ایران نیست. به خاطر دنیا میدونه و هر جایی که آقای ترامپ مراجعه کرد از طرف کشورهای غربی، بخصوص ما اولین بار می‌بینیم که کشورهای غربی مانند فرانسه، مانند انگلستان، مانند آلمان در مخالفت با خواست‌های امریکا قرار گرفتن و حتی ما شاهد بودیم که صدراعظم انگلستان بسیار واضح گفت که جنگ ما نیست، ما هرگز وارد یک جنگ نمیشیم. حالا هم ببینیم وقتی که پادشاه انگلستان سفر میکنه به امریکا که هدفشان دیدار واشنگتن و اشتراک در 250 سالگرد آزادی استقلال امریکاست، در اونجا هم تفاهم‌های صورت میگیره، اما نه به شکل رسمی، نه که توافقنامه امضا شده. در حالی که سفر گفته میشه بعد از 90 سال یک پادشاه انگلستان سفر میکنه، اما از برنامه هسته‌ای که همیشه آقای ترامپ تهدید کرده ایران که در صورت به توافقات اینا حتی امکان داره سلاح هسته‌ای استفاده بکنه علیه ایران، یک نوع امنوایی در کشور انگلستان نشان میده، در حالی که استعمال سلاح هسته‌ای چنانچه ما هفته گذشته هم شنیدیم در مجلس شورای امنیت خود امریکا وقتی که آقای ترامپ میخواست به کلید یا کودهای سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، لوی درسیزی کشور و کسی که مسئولی منصب طاقت ترک کرد و نخواست که کودها را به آقای ترامپ بده. ببینید یک سوی تفاهمات و عدم هماهنگی به خاطر حمله هسته‌ای علیه ایران حتی در ارگان‌های خود امریکا وجود داره. وقتی که در داخل خود امریکا چنین تفاوتات نقاط نظر وجود داره، انگلستان چگونه میتونه از این حمایت بکنه، در حالی که انگلستان هنوز مخالفت‌های بسیار شدید داره.
و شکل طعنه‌آمیز آقای ترامپ همیشه وقتی که انگلستان پیشنهاد امریکا را به خاطر شرکت در جنگ رد کرد، اینا گفتن که شما دارای سلاح هسته‌ای و کشتی بسیار کهنه هستید، نمیتونید از ما حمایت بکنید، به خود شما عقب نشینی میکنید. در حالی که انگلستان گفت که ما حاضر به جنگ نیستیم و نمیخوایم پای خود را به خاطر منفعت امریکا در این جنگ داخل بسازیم. همچنان کشورهای غربی دیگه همچنان جواب منفی مطلق به آقای ترامپ دادن و امروز ما میبینیم که گفت و شنودهای مختلف در دنیا وجود داره که باید به هر شکل که میشه تنگه هرمز باز شود. این مناقشات از طریق راههای سیاسی دیپلماتیک انجام بپذیره، در حالی که هفته گذشته اتای ایالات متحده آمریکا و پاکستان سفر کردن که در مذاکرات و تمدید آتش بس از سر بگیرن، اما هیئت ایرانی سفر نکرد. برخلاف از وقتی که هیئت دوباره به آمریکا رفتن، آقای عراقچی با هیئتشون به پاکستان رفتن و از روی سفرهای خود به کشورهای دیگه مانند عمان و روسیه آغاز کردن. که آغاز این سفرها و حمایت این کشورها از مردم ایران ورق دیگری در سیاست جنگی منطقه رقم خواهد زد. بله. آیا بلند بودن هزینه‌های جنگ سبب عقب نشینی ترامپ از جنگ با ایران نشده؟ سایت العربیه با استناد به استادان دانشگاه هاروارد امریکا نوشته که از جنگ ویتنام کرده جنگ ایران برای امریکا پرهزینه بوده که بالاتر از $1 تریلیون مصرف شده. دقیقاً ببینید که امروز شرایط اقتصادی دنیا با اثر این جنگ‌هایی که متأسفانه چندین سال در مناطق مختلف وجود داره، اقتصاد جهانی رو به رکود است. و همین شکل هم ایالات متحده آمریکا او پیش‌بینی‌هایی که داشتن با مصارف بسیار اندک با تلفات بسیار ناچیز در ظرف 2 یا 3 روز بر اساس مشوره‌های اسرائیل اینا نظام جمهوری اسلامی را ساقط میکنن، این دوامدار شد، به او هدف نرسیدن. بنابراین این مصارف بسیار انگفته که بالاتر تریلیون‌ها دلار است مصرف کردن ولی به هدف خودم نرسیدن. ما فکر میکنم که وضعیت اقتصادی خود داخل امریکا، فشارهایی که داخل خود امریکا و جان مردمشان بالای حکومت آقای ترامپ وجود داره، اینا رو مجبور میسازه که جلوگیری بکنه از این جنگ، چون توانایی پرداختی بودجه رو نداره، به خاطر تریلیون‌ها دلار خود امریکا از کشورهای دیگه به جنوب و شمول چین اینا مقروض هستند. باید اول این مقروض پرداخت. دوم، مردم امریکا دیگه حاضر نخواد بودن که پول پرداخت مالیاتشان به خاطر مصرف جنگ که بی مفهوم باشه، که حتی تمام مردم امریکا اکثریتشان مظاهرات را اندازی کردن، گفتن که ما علاقمند جنگ نیستیم و این جنگ کدام مفاد بر امریکا نداره. برعکس هم حیثیت و آبرو و هم توانایی نظامی امریکا را در تمام دنیا ضرب صفر ساخت. به این خاطر یکی از مسائل بسیار اقتصادی ببینید پشتیبانی اقتصادی در جنگ. وقتی پشتیبانی اقتصادی وجود نداشته باشد، چرخش امی خود ماشین جنگی فکر میکنم ناممکن باشد. ما متيقن هستیم که این مسئله تاثیر بسیار بر روان بعدی جنگ در منطقه خواهد داشت. ترامپ بدون نام گرفتن ایران در نشست مشترک با پادشاه بریتانیا گفت که رقیب اصلیشان شکست خورده. آیا ایران واقعا شکست خورده یا امریکا؟ ببینید به تمام دنیا امروز واضح است. از قبل از آغاز جنگ وقتی که ایران هم بدون نام گرفتن دشمنان اصلی خود مورد خطاب قرار میدن، دنیا واضح بود. وقتی که جنگ هم آغاز شد، طبیعی است که این مسئله دوباره آغاز شد و حالا هم بدون از اینکه نام ببره و دنیا میدونه که دشمن اصلی ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران است و جمهوری اسلامی ایران که در مقابل امریکا ایستادگی کرده و تا پای جان میرسن و به خصوص پشتیبانی کشور روسیه. چنانچه آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات با وزیر خارجه آقای عراقچی این پشتیبانی را اعلان کردن و گفتن هر گونه امکاناتی که به دسترس ما باشه با خاطر دفاع از مردم ایران و نظامشان پشتیبانی میکنه که خود میتواند صفحه دیگر را باز بکنه. و این مسئله است که دشمن امروز امریکا بسیار واضح و روشن است. اما یک نکته نباید فراموش بکنه که اگر بار دیگر امریکا اشتباه آغاز جنگ در ایران بکنه، ما فکر میکنیم که تبعات بسیار گسترده جهانی خواهد داشت، به خاطر که دوستان استراتژیک جمهوری اسلامی ایران مانند کشور روسیه، چین و کره شمالی دیگه خاموش نخواهند، مثل که وعده سپردن در ملاقات‌هایشان اگر به حمایت مستقیم و پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی ایران استاد شوند، طبیعی است که جنگ بسیار خطرناک شده و مسئله بیشتر پیدا میکنه و پای کشورهای بزرگ هم به جنگ خواهد کشانید. با توجه به وضعیت داخلی و نارضایتی مردم در امریکا و بهای بلند نفت، کی شکست خورده واقعا در این جنگ؟ ببینید چنانچه ما خودم بارها سفر کردیم به امریکا، دیدیم قیمت نفتی که امروز است تا 5 سال 4 سال پیش کاملا متفاوت است
و او مردم امریکا که با او قیمت نفت بسیار ارزان با او موتورها و ماشین‌های پرمصرفشان عادت کرده بودند و توانایی پرداخت این مصارف امروز ندارند، به خاطر از اینکه اونا نه قدر عاید سرشار دارند نه قدر منابع طبیعی دارند. به این قدر وابسته به نیمی صادرات نفت است که از خارج میاد و بلند رفتن قیمت نفت به شکل در تمام دنیا بلند رفته که 4 یا 3 برابر افزایش یافته، این تاثیر مستقیم بر امریکا هم دارد و همین بسته ماندن در تنگه هرمز تاثیر بسیار مستقیم نه تنها بالای کشورهای عربی، کشورهای غربی، بخصوص چین و امریکا هم داشته. و حتی مسئله دیگه که مطرح میشه، سیگنال خطر دیگه که وجود داره، بسته شدن بندر باب المندب است که در اختیار حوثی‌های یمن است و اونا هر لحظه منتظر دستور ایران هستند که این بندر هم بسته بکنند. در صورت بسته شدن این بندر طبیعی است قیمت سرسام‌آور که امروز تیوگادی بلند میره و این نه تنها که امریکا هیچ دنیا طاقت نخواهد است، به خاطر اینکه اگر 20% مواد نفتی و مواد سوخت از طریق تنگه هرمز به دنیا میرسد، 10% هم از طریق باب المندب میرسد. چنانچه مقامات ایران گفتن که تاثیرگذاری بندر باب المندب کمتر از تاثیرگذاری تنگه هرمز نیست. بنابراین به رفتن خود مواد اضافی تاثیر قیمت نفت بسیار تاثیر بالای مواد اضافی، خرج و خوراک و غیره مسائل همچنان در امریکا داره که ما فکر نمیکنم که مردمشون رو تحمل بکنن و مجبور هستن که در مقابل سیاست‌های آقای ترامپ ایستادگی بکنن تا به نتیجه برسن و آقای ترامپ وا دارن که از سیاست‌های جنگ طلبانه خود در مقابل ایالات متحده ببخشید کشور ایران و سایر کشورهای دنیا صرف نظر بکنن. سپاسگزار هستیم آقای شمال از حضور شما در برنامه. ممنون از دعوت شما. تشکر. این بود بحث امروز که تقدیم شما کردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.